بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادرانم و خواهران موحدم، این جواب دوم به حاجی میرزای طاغوت پرست است. اولا ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت این انسان را به سوی توبه دعوتش میکنیم که حالا هم فرصت داری، حالا هم حیات به آخر به تو نرسیده، توبه بکن و به سوی الله بازگرد. به عهد و پیمانی که علما به این حفظ دین داده اند پابرجا باش. و اما در همون صحبت 46 دقیقه اش که در حق ابو محمد مدنی که بنده من هستم و ابو اسامه رحمه الله کرده، از همه سخن وزنین ترینش این بود که میگوید اینها یعنی ما درباری های سعودی هستند، اینها خاکالود هستند و رویشان خاک است و همچنین سخن بود. ما نیازی به این مثال گویم مردم بیگانه و مردمی که مثال یک خاکشپن یا اصلا یا یک نمید مثال بگیم که خاکشپ میگن اصلا، چنین که همین روز ما عربستان خودش یک خاکشپ مردم امریکایی یا هم همون سگای همون دربارن. اولا میگویم سبحانك هذا بهتان عظیم، الله پاک است و در حقیقت این یک بهتان عظیم و دروغ است. همه برادران و خواهران مسلمان میدانند که ما براءت خود را از همه حکومت‌های طاغوتی اعلان کردیم و ما طالب علمان اهل سنت و الجماعه، من ابو محمد مدنی و ابو اسامه رحمه الله طالب علمان آزاد هستیم. آزاد یعنی در اساس قرآن و سنت با فهم سلف صالح از صحابگان تابعین و تبع التابعین دین را آموختیم و با همین منهج به دیگران میرسانیم. به هیچ طاغوت سرخم نکردیم، لشکر یگان طاغوت هم نیستیم و یگان این حکومت ها را اعتراف هم نداریم. حکومت سعودی در نزد ما یک حکومت طاغوتی، یک حکومت غیر شرعی که همه این چیز را میدانند. پس این تهمتش آشکار شد که تهمتی بافته، ساخته و دروغ است. اما ما خوب میدانیم که خود این بنده حاجی میرزا و او کسانی که در گرد و اطرافش هستند، از او مولوی بختری اژدهار، از او مولوی معین الدین اژدهار دیگر، از اون دیگر طاغوت پرستان و حکمت الله و شاگردان مشرکش، این قبوری ها و این مشرک ها در حقیقت طاغوت پرستان، در حقیقت درباری های حقیقی خودی همین ها هستند. رئیس جمهور گویم 2 کرات حاجی است. الحمدلله این خوب از این برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم. کسی درباری حقیقی یک انسان دیگر را متهم میکند، طالب علمان اهل سنت و الجماعت را متهم به درباری بودن میکند. عقیده ما واضح است، منهج ما واضح است و روش ما واضح است. مصدر ما قرآن است، سنت است با فهم سلف صالح. بله، به این تهمتی که کردی در نزد الله سبحانه و تعالی جواب خواهی گفت. حتما ما صبر میکنیم. فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. ای حاجی میرزا، ای قبوری ها، ای دیگر اژدهارها، ما صبر میکنیم و در نزد الله به هم دیگر ملاقات میکنیم.
و در همون جا میبینیم که این تهمتی که شما کردید چگونه غلط و چگونه خطا و چگونه دروغ بوده است. پس حالا هم بر وقت است توبه کنید و از این باطلگوییتون بس کنید و دست کشید و از اهل توحید، از مسلمان ها، از دیگر همه امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در ملت فارس است معذرت خواهی کنید. وگرنه این گناه شما که گناه درباری طاغوت پرستی هست نابخشیده نیست. نه در بین امت شما بخشیده میشوید و اگر به همین عقیده باطل بمیرید در نزد الله هم بخشیده نمیشوید. چرا؟ برای اینکه این کفر اکبر است. کفر اکبر را الله نمیبخشید. در سوره نساء آیه 48 الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله نمیبخشد همون کسانی که در حالت شرک توبه نکرده وفات کرده. علما میگن شرک اکبر و شرک اصغر و کفر اکبر. و در آیه دیگر الله میگه ان الذين ماتوا وهم كفار، آنهایی که وفات کردند در حالتی که کافر بودند، توبه نکردند و وفات کردند، جایشان ابدالابد جهنم است. الله آنها را نمیبخشد. سوال این است که درباری شدن به یک طاغوت، درباری شدن به همون حاکمی که به مسلمان ها می جنگد، قرآن را انکار می کند، سنت را انکار می کند، حکمش مطلقاً به حکم غیر الله است، آیا کفر است یا نیست؟ این سوال را شما مردم مسلمان تاجیکستان از این پیشواهای خود، از امامهای خود، از این شکمدمان و از این بزرگانتون بنام بزرگان، از این طاغوت‌ها اژدهارها سوال کنید که آیا این دفاعی که شما این طاغوت‌ها را میکنید، طرفداری که میکنید، لیسالیسی که میکنید و این بردار و بزرگ شماریدن که میکنید، آیا همین کفر است یا نیست؟ آیا همین در اسلام وجود دارد؟ و در کجای اسلام آمده؟ یک حجتی از قرآن و سنت بیارد که طرفدار شدن به یک حکومتی که کفری است و ضدیت کردن همچون لشکری طاغوت بشود و ضدیت به توحید کردن آیا کفر اکبر است یا نیست؟ و اجماع همه علما در اساس قرآن و سنت این کفر اکبر است. برای همین ما میگیم که اینها کافر شدند. از عقب اینها نماز خواندن باطل است. کسایی که از عقب حاجی مرزا نماز میخونن نمازتون باطل است. شما باید نمازاتون گشته بخونید. برای چی؟ برای آن که این شب و روز دفاع حکومت طاغوتی کفری میکند و این لشکری طاغوت شده، پس طاغوت پرست است. پس این حالا معنای لا اله الا الله را نمیدن. اینها لا اله الا الله گفتند و معناش را ندانستند و ملا شدند. ابو جهل چرا لا اله الا الله را قبول نکرد؟ ابو لهب چرا لا اله الا الله را قبول نکرد؟ برای اینکه ابو جهل و ابو لهب معنای لا اله الا الله را فهمید که این ضدیت کردن به طاغوت است، ترک کردن طاغوت است، دشمنی کردن به طاغوت است، جانبداری نکردن طاغوت است و دور شدن از طاغوت است و چنگ زدن به قرآن و سنت است. وقتی که مشرکین قریش این را فهمیدن قبول نکردند، کبر کرد. اینها را جهل از دین بیرون نکرد، کبر کرد. و اذا قیل لهم لا اله الا الله استکبروا. اما این پیشواهایی که امروز در تاجیکستان به مانند این بگویم میرزا و غیره وجود دارد، اینها جاهل به کلمه لا اله الا الله است. از ابو جهل و ابو لهب دیده جاهل تر است. معناش حالی نفهمیدن. سوال کنید ای مردم، شما بار سوال بکنید که ای میرزا، انا همین کلمه لا اله الا الله چند رکن دارد و چی معنا دارد؟ این بیچاره معنای لا اله الا الله را نمیداند. اگر معنای لا اله الا الله را میدانست هیچگاه سرش حتی بریده میشد، هجرت میکرد یا خاموش مینشست یا در بدرون حبس میدرآمد، اما جانبداری از طاغوت نمیکرد. این انسان از اول آدم طاغوت است، از اول از جانب طاغوت تعلیم گرفته و تا امروز خدمتش به طاغوت است. این حفظ کننده دین نیست، این حفظ کننده طاغوت است. ثبتش را گوش بکنید. از اول دفاع جناب عالی حکومتش
همون لشکرش و تا امروز، و حتی اینا لذت میبرند از این کارشون، لذت میبرند. اما این کفر صریح و بواح است، زیرا که این ایمان آوردن به طاغوت است. اولا طاغوت چیست؟ طاغوت کل ما عبد من دون الله و هو راض. محمد ابن عبدالوهاب میگن، ابن القیم الجوزی میگن کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. هر چیزی که از حدش گذشته شود در اطاعت، در متابعت و در عبادت. یک انسانی که بیاید مطلقاً به حکم غیر الله حکم کند، حلال الله را حرام بگوید، به مانندی 4 زنه گرفتن در قانون حرام است. اگر شما را دستگیر کند، حتما شما همچون جنایتکار محبس میشوید یا پول بزرگی میدید به این حرام خورها. و یا حلال های الله را گفتیم، حرام الله را حلال بگوید. ربا حلال است، زنا حلال است و دیگر چیزهای حلال است. و دشمنی به دین اسلام و مسلمان ها بکند. حجاب از ما نیست بگوید و غیر و غیر. یک انسان ریش را گذاشته، سله را به کله زده، خود را مولوی گفته یا که حاجی گفته، بیاید و طرفداری از همین انسان بکند، از همین طاغوت بکند، طرفداری از همین حکومت بکند. انا همین انسان مسلمان است یا کافر؟ ایمان به طاغوت دارد یا کفر بر طاغوت دارد؟ موحد است یا مشرک است؟ کسی که از توحید بوی برده باشد میداند که این مشرک است، این کافر است، این مرتد است، این طاغوت پرست است. این از جمله علماء السوء است. سلف صالح رحمهم الله، همون ابو حنیفه که شما طاغوت پرستان بر دروغ نامش را میگیرید، شما اگر ابو حنیفه امروز زنده میبود ابو حنیفه را خوارج میگفتید، و ابو حنیفه امروز زنده میبود شما را بر رویتون تکفیر میکرد و حکم قتلتون را میداد. ابو حنیفه رحمه الله را برای چی قتل کردن؟ برای همون که در زمان خودش بوده حکومت اسلامی، همون حکومتی که به قرآن و سنت حکم میکرد، ابو حنیفه به همون ضدیت و گفتی همون اجرا نکردن، طلباتش اجرا نکردن، به خاطر اینکه مخالف به شریعت بود. ابو حنیفه را ضربه زدن و بالاخره به قتل رسوند. قصه امام احمد مشهور است. همون پادشاهایی که در زمان این امام ها بودن، کدام پادشاه بودن؟ اینها به حکم الله و رسول حکم میکردن. در نزد سلف صالح اگر همون پادشاه به حکم الله و رسول حکم کند، هم به نزدش بسیار رفتن طرفداری کردنش میگفتن که این یک گمراه است، یک خسارت زده است، و اینها را در سخناش احتیاط میشد. علما پرهیز میکرد. اما شما درباره های تاجیک، شما مولوی های دین فروخته، ای حاجی میرزایی جاهلی از توحید دور شده و به شرک واقع شده، شما این چیزا فخر میدانید و شب و روز کوشش میکنید که یک علاج پیدا کنید، به نزدش روید، اما به نزدش شما را اجازه نمیدهد، طاغوت اجازه نمیدهد، اما به نزدش نرفته شب و روز فتوا بر علیه اسلام، بر دفاع طاغوت میده. سخنهای این انسان رو کسی وقت گوش میکند اعوذ بالله میگه. من برای شما میگم سخنهای این انسان رو گوش نکنید. کسایی که گوش میکند قسم به الله پشیمان میشوید، زیرا که سخنها و فتواهای این جاهل تماما بر ضد قرآن، تماما بر ضد الله، بر ضد سنت رسول الله است و بر ضد همه علما است، بر ضد ابو حنیفه است. اینها دروغ میگن. ابو حنیفه گفته دروغ میگه. ابو حنیفه در کجا گفته که طاغوت پرست باش؟ ابو حنیفه در کجا گفته که حکومتی که به اسلام میجنگد طرفداری بکن؟ ابو حنیفه خیلی آدم ها را خودش تکفیر نکرد. نظر بکنید به کتاب های فقه کل مرتدین، الله خارت بکنه. لیکن ببین، پس حکمی که به حکم غیر الله هست این طاغوت است. همون حکم را امروز داری دفاع میکنی. به خاطر دفاع همین سیستم طاغوتی اهل سنت رو سم میزنی، بدون که الله سبحانه و تعالی اراده کننده های حکم طاغوت را چی گفت؟ در سوره نساء آیه 60 الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. و یا دیدی ای محمد صلی الله علیه و سلم کسانی را که دعوا میکنند
اما این دعواشون دروغ است. دعوا میکنن که ما مسلمان هستیم، ایمان آوردیم به همون کتابی به تو نازل شده، به کتاب‌های پیش از تو نازل شده، ما مسلمان هستیم میگن، اما دروغ میگن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها اراده حکم طاغوت دارند. این طاغوت پرستان نه فقط اراده بلکه دفاع حکم طاغوت میکنن. دفاع اینها از قرآن و سنت نیست. آشکار واضح دشمنی به قرآن و سنت میکنن. وقتی که کفر به طاغوت ندارن، رکن لا اله الا الله ندارن، مسلمان نیست. در سوره زمر آیت 17 الله گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. بشارت الله به همون کسایی هست، نجات، بشارت، خوشبختی به همون کسانی هست که اجتناب کردند از طاغوت پرستی، دست کشیدن از طاغوت پرستی، از جانبداری طاغوت دست کشیدند و عبادت طاغوت ترک کردند و کفر به طاغوت ورزیدند و انابوا الی الله و به سوی الله آمدند. انابت به سوی الله کردند، بازگشتند به سوی الله و رسول. پس ای حاجی مرزا به سوی الله و رسول بازگرد. به همین قرآنی که در نزدت هست، خیر عربی رو که نمیدون، لااقل ترجمهش رو که همون طاغوت ترجمه کرده، البته که خیانت هم در ترجمه کرده، یک نظر بی. شاید الله قلب‌های گمراه شده را باز کند و هدایت یابد. سنت‌های رسول الله را دشمنی نکن، یک نظری بی. همان وقت ایمان ما قبول می شود که کفر به طاغوت داشته باشی. ایمان به الله آوردی اما کفر به طاغوت نورزیدی، ایمانت درست نیست، صحیح نیست، کافر است. در سوره بقره 256 الله میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. هر کسی که کفر ورزید به طاغوت و ایمان آورد به الله، به تحقیق بر اسمان قوی لا اله الا الله چنگ زده است. ابن جریر طبری میگن یعنی هر کسی که کفر به طاغوت ورزید، ایمان به الله آورد، لا اله الا الله را چنگ زده، اسلامش صحیح است، دینش صحیح است. و در غیر این صورت اسلامش، دینش صحیح نیست، لا اله الا اللهش درست نیست، قبول نمیشه. در غیر این صورت یعنی کسی که ایمان به الله دارد، توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات دارد، اما کفر به طاغوت نورزید، یعنی همون الههای باطل را انکار نکرد، دشمنی به همون الههای باطل نکرد، به همون قانونهایی که قانون غیر الله و رسول است همونهای انکار نکرد، باطل ندانست، برعکس اونهای دفاع کرد، طرفداری کرد و مسلمان ها جنگید. و این مصیبت زمانه ما هست که هر یک حاکم طاغوت بعد ازش همچنین علما را گرفته که اینها دین خود را به خاطر دنیای دیگر کسب فروختند. احمقی اینها همین است که اینها دین نشان را به خاطر دنیای یک نفر فروختند و مردم را هم دارند گمراه میکنند. شب و روز ضد مردم صحبت میکنند، ضد دین مردم صحبت میکنند و باز میخواهند که هیچ کس در حق اونها صحبت نکنه. این جهالت شماست، این بیخردی شماست، این بی‌حکمتی شماست. شما فکر میکنید مگر این بیشه خالی است؟ در این بیشه شعرها وجود دارد. در سوره نحل آیه 36 الله میگوید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما به هر یک امت رسول را فرستادیم که آنها دعوت میکردند که ان اعبدوا الله، ای مردم یگانه الله عبادت کنید و اجتناب از طاغوت بکنید. اگر شما ای صوفی ها، ای گمراهان، شما اگر راستگو باشید، خیانتکار نباشید، دروغگو نباشید، اثبات بکنید که یک مراتبه بر علیه طاغوت یا که به کفر ورزیدن به طاغوت صحبت کردید، در مدت 30 سال که شما دعوت میکنید، آیا یک مراتبه در اصل دین صحبت کرده اید؟ یک مراتبه اصل دین، اساس دین، ریشه و پیدیوار دین را بیان کردید یا نکرد؟ کسانی که حاجی مرزا را کورکورانه گوش میکنید، یگان مراتبه آیا کلمه کفر به طاغوت گفتنی کلمه را شنیدید؟ نشنیدید. برای چی؟ برای اینکه اینها خیانتکارند، اینها این کلمه را نمیگویند، برای اینکه خودشان طاغوتند.
اینها اگر بگویند که به طاغوت کفر ورزید، طاغوت ها انا این خیلند انا این خیلند بگویند، اولین طاغوت ها خودشان هستند که شما باید از زمین برات. اینها خودشان طاغوت پرست بودند و هستند، اما خودشان هم به درجه طاغوتی رسیده که دیگر مردم گمراه میکنند. مردم بیچاره هم ندانسته یا دانسته گفته های اینها را قبول کرده، دین خود را فساد کرده، مشرک میشه. نظر بکنید امت هایی که پیش از شما گذشت، یهودی ها و نصرانی ها، علمای خود، پیشواهای خود، سخنهای باطلش را هم درست گفته، قبول کرده، به اونها طرفداری کرده، کافر مشرک شد. زیرا که این درست نیست که سخن باطلی کسی را درست بگویی و طرفداری بکنی. سوره توبه آیه 33 را بخونید، ترجمهش را نظر بکنید، تفسیرش را نظر بکنید. الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یک عده از مردم علما و پیشواهای خود به خود رب گرفتند. این علما به نام علمایند، اما علماء سوءند، علماء الشیطان، علماء الطواغیتند. اینها حرام الله را حلال، حلال الله را حرام، بزرگترین امر الله را انکار میکنند، بزرگترین نهی الله را که شرک است منتشر میکنند. یک عده باز پیروی از اینها میکنند، دفاع از اینها میکنند و این عده خودشان هم مشرک میشن. سبحان الله. پس انمین خودی حاجی میرزا و این علمای دیگری درباری هستند که اینها درباری اند، طاغوت پرستند، گمراهند و اینها به همون میثاق و عهد پیمان داده خود خیانت کردند، حق را نمیگویند، روپوش میکنند. مگر الله عهد نگرفت؟ و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. همون زمانی که الله عهد گرفت از اون کسایی که به اونها کتاب داده شد، قرآن داده شد، به علما، که حتما باید حق را، دین را بیان بکنید به مردم و پنهان نکنید. این برای شما است ای طاغوت پرستو که حق را بیان بکنید. و کسی که حق را بیان نمی کند و پنهان میکند، جانب دین را نمیگیرد، جانب موحدین را نمیگیرد، جانب یکتا پرستی را نمیگیرد، جانب طاغوت را میگیرد، بداند که این حق را پنهان کرده، بعد از نازل شدن قرآن پنهان کرده. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این خیلی را الله لعنت کرده و لعنت کننده ها لعنت کرده. خیلی که قرطبی دیروز گفتیم بیان کردن که همه انسان ها، ملائکه ها، حشرات، حتی ماهی ها در درون بحرها علماء سو، علمای طاغوت پرست را لعنت میکنند. بله علما سه هست. علماء ربانی هست. علمای یکم همون علمایی که علمای ربانی هستند، حق را میگویند و این حق قرآن و سنت است. حق انمین قرآن و سنت به فهمی صحابگان است. صادق ترین قول این قال الله است و قال الرسول است. علمای ربانی دین حقیقی را میرسانند، به خاطر کسی دین تغییر نمیدین، کسی را دفاع نمیکنند مگرم همون کسی را که الله خواسته باشد. و دومین نمود علما، علمای سو هستند، علمای بد. اینها دجال هستند، اینها خیانتکار هستند، اینها طاغوت پرست هستند که در پیش دروازه های جهنم نشسته مردم را جماعت و به جماعت، توده و به توده به درون جهنم میبرند. این علمای سو، علمای طاغوت پرستی که امروز در بین شما در تویستان هستند، این نامش رو گرفته صحبت داریم. و سومین نمود علما، اینها هم علمای سو هستند، علمای جمهور هستند. اینها مردم نظر میکنند. اگر بسیاری مردم به طرف باطل رود، اینها هم آهسته به طرف باطل میرن. به خاطر چی؟ اینها فقط شهرت رو میخوان، مشهور شدن رو میخوان، مردم رو میخوان. مردم به کجای رود اینها هم همراه مردم. الله خارشون بکند، الله خارشون بکند، تباهشون بکند که انا همین علمای طاغوت پرست باز در بالای این منبری که باید حق گفته شود زبان درازی میکند و باطل را منتشر میکند. بدانید که در حق این طاغوت پرست ها
در حق این درباری ها خیلی سخنهای وزنین از جانب رسول الله آمده است. ابو داود در سننشان روایت میکنند، بیهقی هم در سننشان از ابو هریره رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال ومن اتى ابواب السلاطین افتتن. هر کسی که به در سلاطین رود یا به گفته های او برود و گفته های او را اجرا بکند به فتنه گرفتار میشد. شیخ الاسلام ابن تیمیه در زیر این حدیث گفتند که فتنه همین است که متى ترك العالم ما علم من القرآن و السنه. هر زمانی که عالم ترک کند چیزی آموخته اش را که از قرآن و سنت و از دین آموخت، این ترک بکند و تبع حکم الحاکم الذي يحكم بغیر ما انزل الله، و متابعت کند به حکم همین حاکمی که حکمش مخالف حکم الله است، کافر و مرتد میشه. این در حق کی است؟ چشم کشایت ببینید ای علما، شما در نزد الله عذر نداره. شما خودتون عالم میگید، یعنی این علمتون بر شما حجت است. هر عالمی که علم خوندهش یک طرف گذارد، قرآن و سنت یک طرف گذارد و بعد از این پیروی از یک حاکم میکند که حکمش مخالف حکم الله است، کافر مرتد است. الله المستعان. پس میگویند که روایت کرده است ابن ماجه در سننش از ابو هریره رضی الله عنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ابغض القراء الى الله تعالی الذين يزورون الامراء. بدترین قراها، قرائت کننده ها در نزد الله سبحانه و تعالی همون انسان های هستند که امرا را، حاکم ها را زیارت میکنند. زیارت کردن، دفاع کردن و رضا شدن به یک طرف است. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احشروا الذين ظلموا وازواجهم. در روز قیامت حشر کنید، از قبرها بیرون کنید ظالم ها را و کسایی که به همین ظالم ها کمک میکنند. ازواجهم را علمای مفسر میگن که ای اعوانهم، کمک کننده هاش را. هر کسی که ظالم را کمک میکند به یک قلمش، به یک سخنش، به یک ذره از مالش، در روز قیامت همراهی همون میخیزد، در پهلوی همون میست. پس ای حاجی مرزا، تو آیا آماده هستی که در روز قیامت در پهلوی این طاغوت ها بیستی؟ در پهلوی لشکری طاغوت بیستی؟ همچون لشکری طاغوت بیستی؟ الله آشکار واضح گفته ایستاده است که احشروا الذين ظلموا وازواجهم ای و اعوانهم. حشر کنید، زنده بکنید همون کسانی که ظالم هستند و طرفدارای ظالم. امروز این دفاعی که تو میکنی از طاغوت ها، این درباریی که میکنی، طاغوت پرستی که میکنی، آیا انا همین کمک کردن ظلم و شرک و کفر نیست؟ منتشر کردن فتنه در بین مردم نیست؟ از الله بترس، خیانت نکن ای خائن. دستکش، مردم تو رو دیگر شناختند، مردم همه تو رو شناختند. پس انکنون مردم تاجی، ای کسایی که دعوای مسلمانی دارید، اختلاف ما رو انکنون فهمید که اختلاف ما با این جهلا چی است. ما حق را بیان میکنیم و میگوییم که حکم کردن به حکم غیر الله این شرک است و کفر است و همون حاکم کافر است. اینها میگن که نه، این حاکم بهترین است. ما میگوییم که کسی که دفاع از این طاغوت ها کنه این طاغوت پرست است، اینها میگن که نه. ما میگیم که درباری شدن این طاغوت پرست شدن و این گمراه شدن و کافر شدن است، اینها میگن که نه. پس ببینید در 46 دقیقه صحبت های را گفته یگان حجت از قرآن و سنت نداره. من حالا درباره کفر بالطاغوت 6 آیت دیگر را میتوانم به شما خبر رسونم. درباره علمای بد میتوانم یک چند حدیث های دیگر را به شما ذکر بکنم. اما بدانید که این آیت ها و احادیث به همون کسان فایده میرساند که حق را میخواهد. کسی که حق را نمیخواهد این سخن ها
باز به بالای گمراهیش دیگر گمراهی را زیاد. الله المستعان، الله المستعان. پس علما این میراثخوران رسول الله هستند. علما امین این امت، امنه های این امت هستند. علما نگهدارنده این امت از کفر و شرک هستند. اما این علما علمای ربانی هستند که این عمل دارند. علما که به نام علما مشهورند و به کفر و شرک و خرافات دعوت میکنند و ضدیت به قرآن و سنت میکنند، این علما سو، علمای طاغوت پرست و علمای گمراه و شاگردان شیطان گفته میشود. بارک الله فیکم. پس اینها لشکران طاغوت است. الله میگوید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، آنهایی که ایمان آوردن می جنگند در راه الله، یعنی دفاع میکنن دین الله را، دفاع میکنن قرآن و سنت را. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، آنهایی که کافرند دفاعشون جنگشون در راه طاغوت است. شب و روز کوششی که میکند به خاطر چی؟ به خاطر همون قبر پرستی را زنده نگه داشتن، به خاطر عقیده جهمی داشتن، به خاطر الحاد و کفر منتشر شدن و به خاطر طاغوت، به خاطر همین طاغوت حفظ کردن با مؤمنین و مسلمین میجن. انا همین است که ما میگیم که اینها گمراهند. اختلاف ما و این علمایی که در تاجیکستان هستن انا همین است، دیگر اختلافی نداره. همراه اینها تجارت نکردیم، ما گفتی خودشان تاچکه های اینها را ندیدیم، نرفتیم، ما حالا در بیرون هستیم. اما اینها میترسند که بناگاه این عقیده صحیح مشهور می شود، پهن می شود و دیگر بازاری ما کساد، طاغوت پرستی ما کساد و دیگر ما از دنیا میمون. الله خارتان بکند که به خاطر این دنیا آخرتتان را فروختید. توبه بکنید و به سوی الله بازگردید. این بود صحبتی که امروز قسم دوم بیان کردیم و انشاءالله در قسم سوم باقی مانده از کفریاتش را در هر یک صحبت یک کفرش را ذکر خواهیم کرد. پس مردم تاجیک زیرک باشید، علمای خود را بدانید که کی است، چی است و چی میخواهد و بدانید که دین از قرآن و سنت گرفته میشه. و اینها ابو حنیفه را در حقیقت به خود نقاب کشیدند و ابو حنیفه از اینها بیزار است و انشاءالله در حلقه های آینده ما درباره مخالفت